سلام علیکم استاد. الله جزای خیر و بده. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال، امی آیت سوره محمد آیت 7 استاد یک شهر میداد یعنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ای آنهایی که ایمان آورید، اگر شما نصرت بدهید الله را، الله هم شما را نصرت میدهد و قدم های شما را ثابت میگرداند. معنای این آیه چی است؟ اولا الله سبحانه و تعالی احد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، رب السماوات والارضین است، رب كل شيء و ملیکه. الله سبحانه و تعالی صاحب این دنیا است، پادشاه این دنیا است، احتیاج به نصرت دادن شما ندارد. الله نیازمند نصرت دادن شما دین رو ندارد. اما من شما نیاز داریم که دین رو نصرت بدهیم تا که به رحمت الله، به رضاگی الله نائل بشویم و بعد از این الله هم شما رو نصرت میده. یکم مسئله دوم، بسیاری مسلمان ها امروز انتظار نصرت الله هستند. میلیون ها مسلمان امروز انتظار نصرت الله هستند، اما نصرت الله به بالای اونها نمیاد. سبب چیست؟ سبب این که آنها شرطی که الله گذاشت به جا آوردند. الله گفت که من همان وقت شما را نصرت میدهم که یک شرط را به وجود بیارید: دین مرا نصرت بدید. این تنصر الله، نصرت دادن الله، الله را مستقیم نصرت نمیدهید، دین الله را نصرت میدید، حق را نصرت میدید، دین الله را حفظ میکنید، میآموزید، عمل میکنید. این نصرت است. الله را شما چه نصرت میدید؟ نام های الله را میآموزید، حقیقت دین را میگید، توحید را و اون حقیقتی که الله سبحانه و تعالی میخواد. این نصرت الله است. اما وقتی که شما سبحان الله از عقیده دورید، از توحید دورید، از گفته های الله دورید، مخالف دین الله هستید، حتی دشمن دین الله هستید، الله بعضی ها دروغ میشمارند. الله خودش در بالای آسمان ها، در بالای عرش میگه، اینها میگن که نه الله در بالای آسمان هم نیست، در بالای عرش هم نیست. الله در وجود دارم میگه، اینها میگن که الله نیست، الله وجود ندارد در بسیاری نزد انسان ها، بمانند صوفی، اشعری و غیره، ماتریدی. الله میگه که من حقیقتا وجود دارم. این کلامی ها میگن که الله یک چیزی ذهنی درون عقل است، خارجی وجود ندارد و غیره. برای اینها نصرت الله نمیاد، برای اینها نصرت الله نمیاد. اما اگر شما گویید که انا به بعض صوفی ها نصرت آمد، که این نصرت نیست، این ذلت است و عاقبتش باز معلوم است که عاقبت این میبینید، آینده میبینید که نصرت نبود. برای من بارک الله فیکم، نصرت الله همون وقت میاد که شما الله رو نصرت بدید. نصرت دادن الله این عمل کردن به دین الله، این ظاهر کردن حق، این الولا و البرا داشتن است و این کلمه لا اله الا الله را آموختن و آموزاندن و ظاهر کردن و نصرت دادن است. و در همین راه ملامت کننده پیش شما رو نباید بگیرد. غیر از الله از هیچ کسی نترسید و به رضاگی کسی هم حرکت نکنید بجز رضاگی الله سبحانه و تعالی. در همین حالت الله سبحانه و تعالی شما رو نصرت میدهد، حفظ میکنه از همین بلاها، مصیبت ها، از همین دشمن های حق همیش دنبوریده هست، دور نمیرود و بعد از این قدم شما رو ثابت میکنه. یعنی همون اعتقادی که شما دارید، با همین اعتقادتون شما رو در دینتون، در زندگیتون در این دنیا حفظ میکند و در آخرت هم شما رو الله حفظ میکند و به جنت میبرد. بارک الله فیکم. اما کسایی که نصرت دین الله نمیدهند، نصرت الله نمیدهند، شاید حق میدانند، بی‌طرف هستند، شاید حق میدانند، لیکن روی خاطر انسان ها غلبه میکند و ترک میکنند رضاگی الله را. یعنی رضاگی الله را به یک طرف میگذارند به خاطر رضاگی انسان ها، به خاطر خرسند کردن مردم رضا کردن الله را ترک میکنند. به خاطر مردم شده حق را نمیگویند، جانبداری حق نمیکنند، مخالفت حتی به حق میکنند. الله سبحانه و تعالی این چنین انسان ها را نصرت نمیدهد. عاقبتشون وای است، درد است، رنج است، گمراهی، ضلالت است. اگرچه موقتا شما میبینید که بعضی از اهل بدعت زندگی میکند، مشهور است و غیره و غیره، لیکن این همه موقتی است.
چهله که ما دیدیم علمای اشعری پیش از مرگشون میگفتن که وای بر حال من که همه حرکت و علم و عقیده که داشتم که این از کلام بود، اعتقاد اشعری کمش کلامی است، به من هیچ فایده نداد، من پشیمان وفات میکنم. بسیاری اشعری علمای بزرگ پشیمان وفات کردن. یعنی عاقبت، کمترین عاقبت ما از اهل بدعت میبینیم در وقت مردنش پشیمان میمیره، یا در همین دنیا دروغ‌هایش، شرمندگی‌هایش، باطل‌هایش، گمراهی‌هایش روز به روز آشکار میشود، زیرا که الله او را نصرت نمیدهد. برای همین ای مردم، ای اهل توحید، دین الله را نصرت دهید. الله را نصرت دهید یعنی حق را ظاهر کنید، دین الله را نصرت دهید، پیروی از رسول الله کنید، همیشه یک جانبه باشید، همیشه بی‌طرف نباشید مثل منافقین. ما هم از شماییم هم از شماییم، این چنین وجود ندارد. شما همیشه جانب حق باشید، همیشه طرفدار حق باشید، به قدر استطاعت خود حق را ظاهر کنید. شما هرگز اهل بدعت را بزرگ نشمارید، مشهور نکنید.